خیره گپ اینه اینا میرن تیر میشن مشکل نداره. خیره آه دیگه چه کار میکنی؟ بله اینجا خب پیدی ها جمع کنید دیگه چیه؟ ها؟ که جیب تم بری خب بفهمی چی کار کرد؟ چی کار کرده؟ مادر بیامده خب مادر بیامده سویدا خریدک یعنی گفتک چند میشه لعنه جو 1002 تا سدی و 1 پنجه‌ای یعنی مادر ایتا ما بدیدم پول نداد مادر که جیب پول نداد؟ مادر که جیب پول نداد مثل که من خیالم که هر روز میایه یک دفعه دیگه مادر که پونازه گردنم بند باشه عباس گردنم بند باشه گفتم که جیب پولا چی کردی؟ گفتم بند اختم تدخل انداختم مادر بیامد 1 لیتر روغن خون نخل لوبی رو بستون اینا مادر زن کنون اشته میای پول نمیده گردنم بند باشه عباس چی نداد کوکه جیر با کجای حاله؟ کی؟ تم بری یعنی گیرک پول نداد؟ گردنم بند باشه 1 ریپه نداد گو چند نمیشه گو 1250 ریپه و 1200 1205 12.5 12.5 آفرین گیلا اوش تو بدی کن باشه من خب من نگفتیم به من که تو مثل برار مانی تا کن ما اوش بشی نداد مادری هم هر روز میآیه واسه کن چیکار میکنه شما که نیم مادری میآیه گردن ما بسته چی بکاره این مادر میآیه زن کتی کلون تا کن مردم گناه داره این نون حرام میبری گناه نداره اونو علاوه به تو همینجا بس که ما که بیان مرچه سا میارم و فروشگاه با شما بره خوبه خوب سایه خدا عباس کجا میبری؟ ما میرم تو اینجا سا بیارم خود رمضان میرم تالار خوبه و عروسی اوی شما باشه من جنسا بیارم میام خوبه خلیفه برفت عباس هم میگه میرم خلیفه به تالار میره عباس هم میره اینا میرم به تالار میرم نونا میخورم و این دیگه بگه سه جبید بخوری من نیم کاله سیر نشی یلا جو بعد گپی الان که وقت برو به اون پوش اون تقاضا فاق وقت وقت بله نه میگم اگه سویدا مویدای مایی میخدیم بیایم به فروشگاه که به شما بودم زودی بیایم خوبه خداحافظ یا مادی چی به کار ننه با خونه دیگه روغن نداریم روبم نداریم مکرانی هم بابا بده خوبه گله گورو با مو آخرمون پاک کن برو دیگه
این نگشتنی خالص. سلام خانم نگشتنی. یا رفتی جونجور خیلیت. زنده باشی. سلام شما خدا. خوبه شما سلام میگم لطفا. سلام مرحبا. خوبه. بگو خاله برو هم خورا پشت بخود اگه برو که خلیفه در میدم. چشم این چه کار کنم؟ برو همینجی پتر کو. این پتر کنم. خوبه. چی باید مادر تو؟ سودا مایم برو. اگه کلانا بده دیگه خوشتون نه. یک کیلویی. خود دیگه چی مایی نره. بیا ما بسام میرم. جودی چیم نره جودی. نه. بگم نه. روحانی اما بیا. برو. بفهمیدی؟ ای لالا آفرین بفهمیدی. بازم آفرین و میادم. شاگرد لایق ما، شاگرد فهمیدی ما، کارکن ما، با وفا ما، حلال خور ما. این آدم راست گو. من خلیفه اینو پاک کنم یا چه دیگه بالا نم پاک کنم. پاک رضا خاطر خالد جمع شده. فقط همین اعمال میری به در سرای نا. پیار میشین میری به خونه اینا حالده. بفهمیدی تا به در سرا نگی که آقا همسایه بشنوه که بعده. میری به خونه اینا، مادر را میشونی، پیار را میشونی، از سر گوش اینا تیر میکنی، به پیار میگی انم 1 سال میشه به چی شما به اینجگاه و 1 سالی به مادر خود سودا خلاص مفت میگم. بفهمیدی؟ راد ور میخزی میای بزوی میگم میگنان کجیر نام رای میکنه. شما خلاصه. خدا میدونه کی تا به حال چند دار داده بکنه. ما نروز ببخشیم شما چند کلمه گپ بدیشتم. خیریت باشه خوب دیگه. خیریتیه تا کوچکو نمیشه بخاطر بعد یک یالله اگه بگیم داخل خونه کنیم. بفهمی. یالله. 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 بفهمی. یالله. نورو دوستانه. خوبه بخیر سلامت. شکر زنده باشید سلامت باشید. ما نوروز نه اول که خیلی ببخشید ما بخاطر از این گپ به خونه شما موندم. خدا ببخشید. ما به شما احترام دارم، شما به جا پیار منین. خیلی وقت میشه هم دیگر نمیشناسیم نه؟ همین کجی به چه شما 1 سال به فروشگاه کار میکنه. پولکای را به سر وقت میدم ماشی و به چه خوبی هسته. منتها از این گله دارم. خیریت با چی کار کار خوبی نکرده ما نوروز. چیکار کردی؟ ما نوروز ما فروشگاه ما که خیلی به فروشگاه نیم دیگه. شاگرده هستم اینجا گیلک هم هسته. فروشگاه آمدم همین گیلک گفته که مادر کجیر بیا آمده به فروشگاه. سودا میبره پول نمیده. ما گفتم بشید گپا بیار نزه کجیر تو به چینیه. ما گپ باور نکردم ما نوروز. انا بالاخره 1 دفعه 2 دفعه 3 دفعه گیلک میگه اکثرا میگه که مادر کجیر میاد سودا میبره پول نمیده. مادر کجیر ما گپ از باور نکردیم اول. ما گفتیم باشه یک کار میکنه که می گپ گیلک سکن راسته یا دروغه. ما نوروز ما کجی گفتیم ما نبران و کجی گفتن که ما چاش به جای میمانیم. انا قراره که دیگه با خیر دیکن ما پشت دنیا قایم شدیم ما که مادر کجی بیامد به فروشگاه ما. یعنی صدای اینا میامد 1250 تو سودا برد پولم نداد. گیلک هم گفت که کجی پول داد گفتگاه به دخل انداختم. یعنی مامان روز پول نداد این سودار ببردک این چندین دفعه اول نیه مامان روز که کار میکرد. من گفتم جیغم نکردم گفتم میشه خال بخوره خال زدن کار خوبی نیه گناه داره قهر خدا میشه. یعنی بازوی چی نگفتم گفتم باشه ببره این هم بالی هم یک کدگه که هر دفعه میامد ببرده. حالا مادر کجیر به کجاه؟ مادر کجی؟ مادر کجی؟ صافه بیاره؟ مامان روز به شرط بوده چیزی نگی
فقط برای بگین او فروشگاه برفتی یا نه؟ یعنی چی نگم بریم؟ بعد ما اون روز خیره بگین چی بیاوردی خلاص. باشه بیاییم. میگو سلام علیکم خاله جان خوبه؟ خوبیم خیلیت شکر زنده باشین سلامت. میگو امرو فروشگاه رفتی بودی؟ آقا را سودا رفته بیرون. چی بودی برو؟ خب سودایی که من خونه به کار بودنه. خب چی بیاوردی؟ روغن استوندم، بکرمی استوندم، لوبی استوندم، روب استوندم و چیزی که به کار بود. پولارم بدادی؟ ما دیگه بیپول میرم تو بده کن از اینا. بیا بشه که عباس چی میگه؟ چی میگه؟ بگو عباس خودتو بری بگو. میگم پول داده خاله جان شما این فروشگاه دفعه اول شما نیه چندین باره که شما میایین سودا خون میبارین پول نمیدین. شما چرا گپ میزنید عباس بیشتر من نمیدونم. ما اینا شما دیگه چرا اسم من بد میکنید؟ اسم شما بد نمیکنیم ما بدیدین. آخه شاگردات دیکون ما گفتم. همین به چی مکان سلای وقت سودا میده پولا ما نیست رو داخل میره اشتر میره. خیلی خاله جان هیچ گپی نیه. این ما بیل داریم هیچ گپی نیه. این سودا چیزی نه و فروشگاه نام خدا گذر داریم ما. منتها کار خوبی نکردین خیلی باشه. وقتی من این سودا ازم دیکون شما مثلا به هیچ جا. خاله خیر باشه ما نرو. بگو بمی یک سلطان نون آروم بیاردی و خورده میکردی خداتون نخوی نده که خوب خیلی کردم. خیلی ما نرو. خجالت نمیکشی؟ خاله جان خیر ما نرو. شرم حیا نداری تو؟ ما خدا میام هرچی که پول میام دیکون از اینا سودا میستم شما ما تو مات میکنید از دورو. سالک فرد تو بخیر رسون شه بخیر پیش تو مزر عقل شما داری؟ ما نرو. ما نرو. چی پیش خود خود بگم؟ تا مگه چشم سر خونه خاله جان گپ نیه خاله جان ما بیام ما نرو. خیلی باش ما نرو سه کنه. این سودا چیز نیه. هیچ نگه. عباس معذرت میخوام خدا خیلی امیر اختیار برمسه که کاملش وعده شده آدم که تو میگه پر بگفتی. ما نرو هیچ گپی نیست سودا چیزی نیه. بفهمید الان ما میرم کجی رخصت میکنم خیلی بدید تشکر که وقت خودم کار کردم. خداحافظ شما. ببخشید. عباس جو. بله. خب جو. من شاید دیگه بام هیچ جا دیگه بام برا خورم از اونم بگم هیچ جا دیگه میگه سوالو نه باور کنم تو شمنون نش که میره خطو بعد هم لیش بعدش نه من گپ بینه خیره میفهمی شما اقتصاد شما ضعیفه مال نبودم که پول آور بده خیر بینه معذرت میخوام خیره من گپ به جای نمیگم ما رو به خاطر می اول به کوچه به شما نگفتم که اینجا گفتم گپ زدن نمیشه بریم خونه خداحافظ شما اونو خداحافظ شما برای جواب بیار خوشی بدو گردن بپر برو دل نیلبند بری میندازه به خدا یک سال میشه به من دکون کار میکنه ولی من بدر کرد و بابا بگه نمیگم تو با خدا بدر بگو الان من بیگوار چه کار کنم مگه الان داریم دکو جار میتر کنم یه بار استاد شو میرم مسئله خلیفه خود اینا رو بابا مسئله خلیفه خود میگو این دیگه چه کار شد که تو برفتی می خورزاده مر شیطونی کردی او از دکون بیرون کردی خورزاده شما بله یا این چه کار کرده بود که تو برفتی بیرون کردی خورزاده شما کی نه ابی کجی آها کجی ها باز که تو برفتی شیطونی کردی بیرون کردی به تو دست رخت بداد من بیرون نکردم ایت بیدار او خورزاده شما نه بله یا خب او ایت بیدار خب ایت بیدار که ای چه شده ای بیامد هر روز که نمی آمده مادر که می آمده هر روز انا او بزو خرت پرت میداده فهمیدیم انا پول نمیستونده
خلیفه رو به غطه گیر کرده بود. تو به چشما خوب بدیدی که هر روز مادر می آمد خیر تپت میستان پول نمیداد. من نگفتم. تو با چرا به اسم مادر بعد میگی که میتونم تا گوش بزنم. من نگفتم من لیلا. امیت بر لغت بزنم که تو من هیچ دکتری به درد است مگر نفهم. گردن من لیلا من نگفتم. تو نگفتی. تو میگم گیلاک بیا مادر گفت به خلیفه من شیطونی کرده. نه. چند دست رفت با تو استون که تو برفتی میگم گپ تو بزدی. بله. چند دست رفت با تو استون. یه پیران پیاره بیلک بیار بداد و من. نه چند دست رفت با تو گفتم از روز که توی بدر کردی. هیچی. حالا با من کجا بری؟ من اینا ببرم سر خلیفه خوب. برو. الله. شیطونی نکنی. دوستیه.